طی 47 روز گذشته یک شهروند کرد اهل شهر سقز به نام فرشاد شکرالله توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است و همچنان در بیخبری به صورت بلا تکلیفی در بازداشتگاه امنیتی در سنندج نگهداری می شود. این شهروند طی این مدت از حقوق ابتدایی شامل ملاقات حضوری با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بوده است. در روز شنبه 7 مهر 1403 طی هجوم به منزل فرشاد شکرالله این شهروند را در شهر سقز بازداشت و وسایل شخصی او از جمله موبایل و لپتاپش را ضبط کردند. تا زمان تنظیم این خبر از دلایل بازداشت و همینطور اتهامات انتسابی به این شهروند اطلاعی دقیقی در دسترس نمی باشد. روز سه‌شنبه 22 آبان 1403 یک شهروند اهل روستای بردشت از ثوابه وانه به نام رضا احمدپور توسط نیروهای رژیم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. تاکنون از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه نامبرده اطلاعی در دسترس نمی باشد. اخیراً یک شهروند اهل سنندج به نام هیمن محمدی توسط نیروهای رژیم بازداشت و تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت وی در دسترس نمی باشد. نامبرده روز سه‌شنبه مورخ 15 آبان 1403 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و تاکنون علیرغم پیگیری خانواده هیچ اطلاعی از سرنوشت و مکان بازداشت او در دسترس نمی باشد. روز پنجشنبه 24 آبان 1403 سه کارگر حین انجام کار در معدن زغال سنگ کلال شرق آزادشهر بر اثر ریزش معدن دچار حادثه شدند. در پی این حادثه یک کارگر جان باخت و 2 تن دیگر مصدوم شدند.